با سلام خدمت شما. بذاریم باش. سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دکتر حمید صداقت هستم از درمانگاه دامپزشکی دکتر صداقت واقع در پردیس. امروز میخوام در رابطه با جرم دندانی در سگ و گربه ها مزاحمتون بشم. چقدر سکوت شد یهو. خب اگر بخوام در رابطه با جرم دندانی به صورت ساده براتون صحبت بکنم، میتونم اینطوری بگم که باکتریایی که داخل دهان گربه و سگ وجود داره وقتی که با کلسیومی که داخل بزاق دهان هست ترکیب بشه، جرم دندانی یا پلاک دندانی رو تشکیل میدن و اون چیزی هستش که ما داخل دهان سگمون، گربه‌مون میبینیم. خب باکتریایی که باعث این اتفاق میشن چند تا علامت و علائم داخل دهان ایجاد میکنن. یکی از علائمی که ایجاد میکنن بوی بد دهنه که ممکنه به خاطر همون جرما باشه. ممکنه التهاب لثه باشه که دوباره ممکنه به خاطر جرما باشه. ممکنه باعث بیماری‌های پریودنتال بشن، عفونت‌های دندانی. ممکنه باعث عفونت دندانی بشن، ممکنه باعث آبسه بشن، ممکنه باعث چرک بشن و همه این اتفاقها در نهایت ممکنه داخل بدن حیوان اتفاقاتی رو رقم بزنه، مثلا کریستال‌های مثانه، عفونت‌های کلیه، مشکلات قلبی که همه ناشی از جرم دندانی هم میتونه باشه، یا حتی عفونت‌های گوارشی. پس خیلی مهمه که ما حواسمون به دهان و دندان اون پتی که نگهداری میکنیم باشه. خیلی مهمه. نکته مهم و قابل توجه اینه که حتما توسط دکتر دامپزشک وقتی میبره این دکتر دامپزشک چکش بکنه، معاینه بکنه. معاینات قسمت دهان و دندان فقط این نیستش که صورت حیوان دیده بشه، باید دندان ها بررسی بشه، قشنگ جرم ها بررسی بشه، خود لثه بررسی بشه، حتی میزان خونی که داخل لثه هست یا خدمتتون عرض کنم که پیل بودن لثه هم گاهی اوقات نشون دهنده اینه که حیوان بعضی ممکن کم خونی داشته باشه. خیلی ممنون از اینکه فیلم ها و پست های ما رو دنبال میکنید. امیدوارم ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید، از سایتمون، اینستامون دیدن کنید. در هر حال دوستتون داریم، دوستمون داشته باشین، انرژی بفرستین، بیشتر کار انجام بدیم، اطلاعات بهتون بدیم.